قصه موش و گربه از عبید زاکانی. قسمت دوم. گربه آن موش را بکشت و بخورد، سوی مسجد شدی خرامانا. دست و رو را بشست و مسح کشید، ورد میخواند همچو مولانا. بارالها که توبه کردم من، ندارم موش را به دندانا. بهر این خون ناحق ای خلاق، من تصدق دهم 2 منانا. آنقدر لابه کرد و زاری کرد، تا به حدی که گشت گریانا. موشکی بود در پس منبر، زود برد این خبر به موشانا. مژدگانی که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا. بود در مسجدم ستود خصال، در نماز و نیاز و افغانا. این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا. 7 موش گزیده برجستند، هر یکی کت خدا و دهقانا. برگرفتند بهر گربه ز مهر، هر یکی تحفه های الوانا. آن یکی شیشه شراب به کف، وان دگر بره های بریانا. آن یکی تشتکی پر از کشمش، آن دگر 1 طبق ز خرمانا. آن یکی ظرفی از پنیر به دست، وان دگر ماست با کره نانا. آن یکی خوانچه پلو بر سر، افشره آب لیمو امانا. نزد گربه شدند آن موشان، با سلام و درود و احسانا. عرض کردند با 1000 ادب، کی فدای رهت همه جانا. لایق خدمت تو پیشکشی، کرده ایم با قبول فرمانا. گربه چون موشکان بدید بخواند، رزقکم فی السما حقانا. من گرسنه بسی به سر بردم، رزقم امروز شد فراوانا. روزه بودم به روزهای دگر، از برای رضای رحمانا. هر که کار خدا کند به یقین، روزیش می شود فراوانا.